ما تن نداشه ای خود نپرس هشتی شد میگن آقا اون اشتباشین بود که آورد تو خونه تفلی شد ولی ننه ما جنده نبود چی شد خونه اینو ضعفش شست. این آدم هایی چی در نمیاد اینا رو باید نسل کشی کرد. روزو با گریه شروع کردی تموم کنه فصل و چی در تا اومدیم پا رو باز کنیم نفهمیدیم دست و کی بست باز دمیر تتلو گرم غالنجه نسل و شکست. این آدم هایی چی در نمیاد اینا رو باید نسل کشی کرد. روزو با گریه شروع کردی تموم کنه فصل و چی در تا اومدیم پا رو باز کنیم نفهمیدیم دست و کی بست باز دمیر تتلو گرم غالنجه نسل و شکست. به بلندای کدوم کوه برم غم پاهامو به زمین دوخت چه بد دوخت چه بد دوخت چه بد دوخت. منو شبیه یه قفص کشتون نباشید از این به بعد منو فرشته مرگ ببین که یهو جسمم از روحم پاشید به زمین گرم. منو شبیه درد بکش به رنگ خون شبیه مرگ به تماشای کدوم دشت بشینم همه چی سوخت چه بد سوخت چه بد سوخت به تماشای کدوم دشت بشینم به تماشای کدوم دشت همه چی سوخت چه بد سوخت چه بد سوخت به بلندای کدوم کوه برم غم پاهامو به زمین دوخت چه بد دوخت چه بد دوخت به بلندای کدوم کوه برم غم پاهامو به زمین دوخت چه بد دوخت چه بد دوخت. منو شبیه یه قفص بکش تو نقاشیت از این به بعد منو فرشته مرگ ببین که یهو جسمم از روحم پاشید به زمین گرم. منو شبیه یه قفص بکش تو نقاشیت از این به بعد منو فرشته مرگ ببین که یهو جسمم از روحم پاشید به زمین گرم. منو شبیه درد بکش به رنگ خون شبیه مرگ منو شبیه شیطان خودتو خدا بکش منو تو با هم خوب زیادیم بزا پس بخوریم جدا جدا به چش که این آدم ها طاقت ما برا ندارن و به همین چشات قسم که فقط شعارش. منو شبیه شیطان خودتو خدا بکش منو تو با هم خوب زیادیم بزا پس که بخوریم فقط جدا جدا به چش که این آدم ها طاقت ما برا ندارن و به همین چشات قسم که فقط شعارش. این آدم هایی چی در نمیاد اینا رو باید نسل کشی کرد. روزو با گریه شروع کردی تموم کنه فصل و چی درد این دست خودشه که چی تو این قفص نگه داره. من و تو ممکنه موثر باشیم ولی تصمیم نهایی با خودشه. پس این که چی شدیم و بچه همون چطور تربیت شدن و گردن هم نندازیم. راستی این فصل از زندگی هم تموم شد بازم تتلو گرم غالنجه نسل و شکست. خلاص.